بچه ها، من ساحلم. به چنل یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم با 2 طعم از کوکاکولا، 2 طعم از فانتا که این با طعم گیلاسه، این با طعم وانیله، این با طعم توت فرنگی و کیویه و این هم روش زده با طعم اکزوتیک عجیب غریب. بریم ببینیم که چه طعمیه. خب اول از طعم گیلاس شروع کنیم. به نظرم من رنگش یه کوچولو صورتی باشه، ولی خب حالا ببینیم که چه طعمیه، چه رنگیه. نه رنگ همون نوشابه مشکیه. بریم برای تستش. بچه مزه گیلاسو داره. اگه کمپوت گیلاس خورده باشین دیدین یه ذره یه مزه گیلاس چجوری مزه کمپوتش میده، به اون شیرینی نیست و به نظرم خوشمزه است. خیلی هم میتونن دوست داشته باشن. من بخوام به این نمره بدم از 10 7 و 8. خدایش خوب. بریم سراغ بعدی با طعم وانیله. بریم که تستش کنیم. رنگش که همون اینه نوشابه مشکیه. اینه بریم که تستش کنیم. یه خوشمزه است. من خیلی دوست داشتم. خدای این خیلی ارزش داشت به نظرم. همش هم جدیده، هم من طعم وانیلا خیلی دوست دارم. برای همین به این میتونم بگم 9 میدم. من اصلا نوشابه دوست ندارم، ولی واقعا جوریه که من شاید اینو حوضش کنم. خیلی خوشمزه بود به نظرم. این که 8، اینم 9 و نیم. 9 هم کمشه به نظرم. بریم برای بعدی، توت فرنگی و کیوی. بازش کنیم. خب این دیگه واقعا باید صورتی باشه. توت فرنگی دیگه. به بوی توت فرنگیش تا اینجا اومد. آره رنگش صورتیه. بچه گرد زدم. یا خدا. برو خودتون نیار بچه دیگه. نی نداشتیم دیگه، همین 2 تا مجبورم که بریم که تستش کنیم. مزه هندو نمیده چرا. واقعا مزه هندو نمیده. اینم طعم خیلی باحال داره. آقا مگه میشه میکسه؟ یعنی چی؟ بیا توت فرنگی میشه هندونه، خیار و شکر شد هندونه. خیلی جالب بود طعمش. میدونین طعمش جدیده، یعنی هندونه رو داره، بیشتر مزه هندونه رو دریافت میکنین ازش تا چیز دیگه. به نظرم اینم خیلی جالب بود. به نظرم اینم تستش کنیم. اینم 8 و نیم. آره 8 و نیم خوبه براش. بریم سراغ بعدی که زده عجیب غریب. روش که عکس پشم فرود من اینقدر سوتی ندارم. پرتقال و هلو کشیده. بریم ببینیم چه طعمیه. یا خدا. خب اینم از سبز باشه. البته جلدش سبزه. چیزایی که توشه نارنجی و اینا. من رنگ هلویی طور دارم. بریم که تستش کنیم.
به نظرم چون وانیله یکم طعمش این بود، نه اینو استفاده نمیکنم، همون قرمز. نفهمیدم چی. بچه مزه پش فرود ها بازم نمیفهمم. بچه من اصلا مزه اینا نمیفهمم، طعم جدیدیه، هم مزه پشم فرود میده، هم یکم مزه اسانس هلو میده، هم یه ته مزه پرتقالا داره، ولی کلا میکسش یه طعم عجیبی داده باشه. یه طعم آشنایی هم داره که نمیدونم چی. اینو زیاد نیستم، هفت فکر کنم خوبه، چون بدم نیست، خوشمزه است، ولی چیزی نیست که دوباره برم بخرمش. بخوام امتیاز بندی بخوام اونجوری بچینم، اول وانیل به نظرم، چون اول که وانیله، این دو تا به نظرم با هم باید رقابت کنن، برای همین اینو یکم دیگه تست میکنم. یکم دیگه از این دوباره تست کنم. نه این به نظرم دومیه، این سومیه و این چهارم. بچه ها یه چیزی به سرم زد، بیا اینکه همه رو یکی یه ذره بریزیم، این میکسش با هم چه طعمی میشه. همه رو همینقدر میریزم داخلش. بریم برای میکسش هم بخورم. مزهش خوب شد، چرا؟ بچه مزه خیلی باحالی گرفت، جالب بود برام. شما این تست کردین برام بگین که شما چه ترتیبی بهش نمره میدین و اینکه شما کدومش رو دوست داشتین تست کنین، به هم بگین تو کامنت ها. اگه این سبک ویدیو تست خوراکی ها رو دوست دارین، سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردین. خدافظ.